تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام علیکم مخلصان و جویندگان گنج شایگان. میگویند ناراضیان سیاست‌های حکومت تاجیکستان در کشور از حساب بی‌برقی، بیکاری، کمی معاش، مهاجرت گسترده، فساد و رشوت، خویش و تباربازی، بی‌عدالتی دادگاه و گاهی هم ظلم آشکارا و مشکلات دیگر تا رفت بیشتر می شوند. ولی آنها علاج بیان اندیشه یا نشان دادن اعتراض خود یا پیش گذاشتن طلب‌هایشان را ندارند. یک همصحبت ما چند پیش گفت نه یگان کسی جسوری هست که سرور ناراضیان باشد و نه یگان حزب سیاسی که در کشور منفعت آنها را در پارلمان یا نزد حکومت دفاع کند. وی گفت کشور در قبضه دست یک نفر است، همه چی را او حل می کند و پارلمانی که با خواست او شکل گرفته است بیانگر اراده اکثریت اهالی نیست. حزب‌های سیاسی موجوده کیسگی اند و نیز به دهان این شخص نگاه می کنند. کسی حزب نوی هم تأسیس داده نمی تواند زیرا به قید نمی گیرند و تاریخچه حزب‌های ناکام و تشکیل کنندگان آن در دل افراد ترس و هراس و بی‌جرأتی و در نتیجه یک خاموشی را جای کرده است. آخرین تلاش این تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو از طرف صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین اقتصاد زید سعیدوف بود که ظاهراً برای همین تلاشش به 29 سال زندان محکوم گشت. با 29 سال زندان همچنین کسی محکوم شد که میخواست در انتخابات آخر نامزد مستقل مقام پرزیدنتی تاجیکستان شود. منظور حقوق شناس جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان فراموز ارگاشف. دو رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و سید عمر حسینی به حبس یک عمره گرفتارند. رحمت الله ظاهرов از سروری حزب مشهور سوسیال دموکرات تاجیکستان برکنار شده در حالی بد به سر میبرد. معاونش مراد آدینایف 14 سال زندانی شده است و پیش از آنها رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف برای 23 سال به کنج زندان افکنده شد. جوانمردی بود با نام حکمت الله سعیدوف که سالهای زیاد تلاش کرد حزب نو، حزب وحدت را نامنویس کند ولی بینشان گشت. اما خیلی پیشتر از همه آنها سلطان قوت به صحنه برآمده بود، رئیس پیشین کمیته انداز و میخواست حزب ترقیات تاجیکستان را تأسیس داده برای کرسی پرزیدنت کشور مبارزه برد. سالهای دراز حزب او را به قید نگرفتند و خودش در 61 سالگی به طور مرموز بیمار شد و از جهان گذشت. امروز برنامه را به همین شخصیت میبخشیم برای دانستن آنکه چه کسی بود و چرا میخواست حزب تأسیس دهد، چرا میخواست پرزیدنت شود و آرزوهایش برای تاجیکستان چی بود. خب سر کنیم از آن که سلطان قوت روز 10 اپریل سال 2007 در پاسخ به سوال خبرنگار مشهور رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد درباره تلاش تأسیس حزبش چنین میگفت: چندین سال ما یک گروه مردمی تاجیکستان فکر کرده یک حزب رو تشکیل کردیم که تخمینا 5 سال می شود. 5 سال هم زیاد شد. هیچ بقای گرفته نمیتونیم برد. گرچند که شماره جانبدارای ما از 10,000 هم زیاد، 10,000 عرضه است. تا امروز حزب را بقای نگرفتن. با هر بهانه از طرف وزارت عدلیه بقای گرفته نشده است. حتی نمیدونیم دیگه به کجا مراجعه کنیم. در این مسئله با رئیس جمهور و تمام ارگان‌های داخلدارانی که مراجعه کردیم کارمون بفایده. آیا نیتی به قیدگیری داره دوباره چون وزیر عدلیه عوض شد در این میان دو حزب دیگر وزارت عدلیه به قید گرفت؟ راستیگه حزب ما را برای به قید گرفتن از خود سابق وزیر عدلیه خلیفه بابا با ما آشکارا گفته بود که تو اگر رهبریت دولت اجازه نده ما حزب شما را به قید گرفتن نمیتونم. با وزیر نو مراجعت نکردیم، هم نشون هم نرفتیم. راستیگه حال رفتنی هم نیستیم. برای ما باوری دارم که حزب ما را به قید نمیگیرند. حزب ما شمارش سال به سال روز به روز زیاد شده است و فکر من که میترسن از حزبی ما که همین حزبی و قوت در جمهوری پیدا شود و فعالیت کنند. حالا مثلا یکی که حزب شما در محل ها فعالیت میکنن؟ حزب فعالیت دارد لیکن رسما شناخته نشد. در همه شهر و ناحیه‌های جمهور فعالیت میکنن هستند.
درست است که شما مثلا هشدار دادند که دیگر به کارهای سیاسی آمیخته نشو، گویا که بر ضد شما پرونده درست شده است که اگر در صورتی که به کارهای سیاسی وارد میشود این پرونده فعال کرده میشود به مقابل شما و شما هم به همین خاطر از صحنه سیاسی خود را کنار گرفته اید. نه، یگان کس ما را تهدید کردگی نیست. از صحنه هم دور نرفتیم. درباره که من از سیاست رو من ترسونده باشن این خیلی گپا هم نبود. کار جنایتی از بالای ما آغاز کردگی نبود. گپا همش گپای دروغ است. فقط از بالای جانشین من فضیل رستم شده بودن کار جنایتی که این اصلا جنایت نیست. جنایتی که او را عیبدار کردن جنایتی صادر نشده است. اصلا بیگناه شکسته بودن. اون نفرایی که این کار را پیشه کردن یک روز جمعیت خدا جزاشون را میده. چون شما صحبت را در مورد رستم فیضی آوردید، چرا اون آدم مثلا تحت این عفو قرار نگرفتن؟ جنایتایی که عفو کرده شد جنایت‌های سبک از 5 سال کم عفو شدگی، جنایتایی که با حساب جنایت‌های وزنی داخل بشن اینو به عفو داخل نشده بودن. از این جمله فیضی رستم با این نمود جنایت‌ها داخل نمیشه، برای همین او عفو نشد. شما همراه اون یگان بار ملاقات کردید یا دیدار بینی داشته؟ چندین بار ما با فیضی رستم واخری داشتم، خبر میگرفتم. او اصلا جنایت ندارد. کسی که فکر عیبداری او را بخونه خنده آور است. با یگان جو مکتوب فرستادگی نیست، با یگان جو نامه نوشتگی نیست. برای نامه فرستادن با یگان اداره در کدام تاریخ دنیا شنیدی که آدم جوابگر کنن؟ وقتی که روان کردی باید بسنجن، ببینن درست نبرای او حالت ده همچون توماچی او را بتونن جوابگر کنن. که در اصل همین چیز نبود. همون مکتوبا یگان جو فرستادگی نبودن. مکتوبی که همون آدم تیار کرده بود است یگان جو روان کردگی نیست. تقریبا 3 ماه پس یا نسخه او را از کجای پیدا کردن و آوردن که وای مکتوبه نوشته فیضی رستم نبود. مکتوبه نوشتگی فیضی رستم در 2 صفحه بود. این مکتوبی که آوردن از 3 صفحه عبارت است. اصلا مکتوبه او نیست. به هیچ گناه آدم شدگی. بعضی از راهبرای مخالفین سابق طلب میکنند که در عرفه 10 سالگی امضای سازشنامه صلح رئیس جمهور تاجیکستان یک بار دیگر عفو رزمندگان را اعلام کند و همچنین پرونده های راهبرای مخالفین پیشین را در بایگانی های مقامات انتظامی تاجیکستان نابود کنند. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا همین پیشنهاد قابل دستگیری هست؟ به فکر من در مسئله عفو مخالفین یک مرتبه شده بود. همون اشتراکچی‌های جنگ شهروندی به او داخل میشد. برای چی بعضی اونا را جواب ندادن؟ من همین حیران. باید همه عفو میشد. از دو طرف در دوره حکومت مساهله ملی نارودنی فرونت خسته بود. ایروی قانونی جوری همون زمان میگیری اونا هم جنایت کرده بودن. میتیج بوند. لیکن که نارودنی فرونت غلبه کرد امروز اینا حکومت قانونی شدن و ایناش جنایتکار. از هر دی طرف باید عفو میکردن و برای سوزوندنش نیست کردن کارهای جنایتی این مسئله در ما یگان چیز گفته نمیتونم. حکومتی که مساهله ملی سال 92 تشکیل کرده بودن اونم حکومت قانونی بود با فرمان سابق پرزیدنت جمهوری رحمان ابیش تأسیس کرده شده بود. من اینجا اشتراک داشتم، دیده بودم. من کارمند وزارت کارهای داخلی بودم. بعضی کارشناسا بر این نظرند که سلطان قوت در بین جامعه یک شخصی مطرح است و از پشتیبانی زیادی مردم برخوردار است و امکان دارد به سیاست برگردد. نظر خود شما چی است؟ آیا مثلا شما تلاش‌ها خواهید کرد برای وارد شدن به سیاست؟ انتخاباتی که مجلس عالی که گذشت من در یک روزنامه در این باره گفته بودم مردم ما دانش سیاسی ندارند. مردم ما اصلا از سیاست دورند. در همه قانون درباره حزب‌های سیاسی گفته شده است که به یگان اجازه از طرف حکومت bez یگان فشار اجازت است که یک حزبی سیاسی ترتیب دهید. نه که در کدام اکثریت نهایی که نماینده‌های ما نبودند زیر فشاری ارگان‌های حزبی حقوق ماندند. در این باره ما با پروکراتور جمهوری با رئیس جمهور با همه جا مراجعت کردیم. گویا که یگان گام نگذشته است، یگان چه نشده است. خودتان چی نیت دارید؟ آیا نیتی بازگشت دارید؟ مثلا اشتراک در انتخابات ها دارید؟ همین مردمون که دانش سیاسی پیدا کرد و حتما ما برمیگردیم. شما راه مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان را چگونه می‌بینید؟ چون سالهای زیاد کارمند حفظ حقوق بودید. کروپسیا این در تمام شکل و نمود دولتداری در تمام دنیا هست. اینا ریشه‌کن کردن نمیشه اصلا. کم کردن ممکن.
اینا نو رئیس جمهوری ما با خلاصه اومد که اگینست و مبارزه بر ضد کروپسیون تشکیل کرد، لیکن بسیار دیری بعد تشکیل کرد. یکم باره که پرزیدنت شده بود اون وقت در پروگرامش نوشته شده بود که حتما من کمیته درباره کروپسیون تشکیل میکنم و بر ضد کروپسیون مبارزه کنم، لیکن این کار رئیس جمهوری ما نکرد. سببش خودش بدونه و خدای تعالی. لیکن برای چی روز بر روز کروپسیون در جمهوری ما آوج گرفت و ریشه دوان مثل اجریق میگیم زرپیشک هم کم بدترین از زرپیشک کار که حاضر مردم شوخی میکنن که بی پول سلام تا علیک نمیگیرن. یکم خطاگی در جمهوری امی بود که در نزد وزارت کارهای داخلی اپرالین مبارزه بر ضد جنایت اقتصادی بود. این اپرالین را برهم دادن برای دزدان روح شده شد. تو این کروپسیون را تشکیل کردن در نزد پروکراتور ریسپوبلیکا اپرالین مخصوص برای کروپسیون شدن که خود شما فکر کنید پروکراتور روسیه همه قانونا را نظارت میبره، همه ارگانا را نظارت میبره، همه حقوق داره. حاجتی در نزد پروکراتور شدن همین کروپسیون نبود. موافق قانونهای جوری جمهوری همین حقوق کارمندان پروکراتور ندارد. قانون درباره جستجوی فعالی است که همین پروکراتور این حقوق ندارد. در حالتی که نداشته با واسطه چی و یا این کار میکردن مبارزه میبردن. حاضر تشکیل کردن اگینست و باربس کروپسیون. ما باوری دارم که 3% متخصص در جمهوری نمیآورند. با فکر من باز یک پروکراتور دیگه شده. فکر من ممکن مساف کنم یک پروکراتور بود با یک پروکراتور دیگه شده. در وزارت و کمیته‌ای که اصلا از یک قوم از یک اولاد عبارت است او هیچ وقت پیش رفته نمیتونه. در دولت‌های ترقی کرده دموکراتی در وزارت‌هایی که راهبرش پدرش پسرش کار نمیکنه. دوره شوروی هم همین خیلی بود. در ما نمیدونم همین دستور خشتبارگری باشه و قمچی باشه اولادچی باشه این دولتی ما پیش نمیره و ترقی نمیکنه. برای چی نمیشه راه میگن که اینوستورهای خارجی به ما نمیاد. این اساسش کروپسیون است. اساسش کروپسیون که همون سهمیه که ای خارجی میاد آدمای ما از اونها یک چنین چی امید دارن. یعنی 10% میگه با ما یکی 5% با ما. برای همین نمیان یک مثال دیوم زمین در ما مالکیت دولتی است. اگر همین زمین مالکیت شخصی و دولتی میشه با خیلی خوب میشه. مالکیت دولتی بشه و شخصی بشه. در ما مالکیت دولت از زمین چی خیلی میخواه همون خیلی استفاده میبرد. ما همون چی خیلی که میگن در زمین دولت کوارتیرانته. اینو درسته. آوازه کردیم تمام داره که ما استقلالیت 3 سوتیخ یا که 4 سوتیخ یا که 5 سوتیخ زمین من میخرم. اینی من میشه بالا همون آزاد قدم میزنم. این است استقلالیت. دلی من پر از فردا من مرده رفتم پسری من یا دختری من در همینجا آزادانه زندگی میکنه. انا استقلال من این خیلی میفهمم. دیگه مو خیلی میفهمم فهمیدن گیرن من همین خیلی میفهمم. اگر تو زمین به خلق داده نشود یک قدم ما پیش رفته نمیتونیم. حالا آقای سلطان قوت چی میتوانند بگن به مردم که به چی کار مشغول هستند؟ ما به تجارت، صاحبکاری، دیگه یک کار دیگه در مشغول نیست باز. همینطور سلطان قوت به طور مجبوری از صحنه سیاست رانده شد. برای این بارها او را به کمیته امنیت دعوت کردند. رستم فیضیف یعنی معاون او را در حزب بازداشت و در سال 2004 با ایبنامه تحقیر رئیس جمهور و دعوت به تغییر زورآورانه حکومت ضمن نامه‌های نوشته ولی نفرستاده او به سازمان ملل، اما در اصل برای اعلان گرسنه‌شینی سیاسی به نشان اعتراض از نامنویس نشدن حزب ترقیات به 5 سال و 10 ماه زندانی کردند. دیرتر او به طور مرموز در محبس فوتید. در این بین دفتر حزب را با بهانه خبر در آن جای داشتن اسلحه کافت و کاف کردند. نامزدی خود سلطان قوت را به قید نگرفتند و همه این بالاخره او را مجبور نمود از سیاست دست کشد و به تجارت رو آورد. حالا بشنویم در صحبت با همکار دیگر ما طاهری سفر که سلطان قوت چی کسی بود، چی را دوست می داشت و چی را بد می دید و گویم که این صحبت در سال 2004 در برنامه شیر و شکر رادیو آزادی صدا داده است و یک نوع ادامه مصاحبه پیشینه نیز هست و اما بیشتر سیمای انسانی سلطان قوت را نمودار می کند. شما در یک صحبتون با ما گفته بودید که وزیر عدلیه تاجیکستان بله
با شما گفت که من تو از رئیس جمهور اجازه نپرسم، با حزب شما اجازه فعالیت نمیتیم. بعد شما گفتید با قید نمیگیرم. بعد گفتید که با فکرم خلیفه بابا حمیدوف دروغ میگه. با فکر شما و یعنی دروغگو از شما و دروغگو میحسابید؟ بله. وای گپی اونم این مسئله دا ما تصدیق میکنم که برای که 4 مراتب با واسطه مکتوب، با واسطه روزنامه مالیگارو، با واسطه گازت مراجعه کردیم از روبر دولت یگان خبرم گویا که خودش با کاری گونگی داخته شده است. گپ خلیفه بابا را برای تصدیق میکنیم که اگر که او روز نمیگفت اقلا رئیس جمهور میگفت که این وکالت ما به شما دادگی وزیر تعیین کردگی، حزب اگر در رمق قانون باشه به ثبت بگیرید. از رئیسای احزابی که ثبت نام شدن اونا دوستاتون کدام است یا که رفت آمد نداریم با اون رئیسای احزاب دیگر؟ یگانه حزبی همون سوسیال دموکرات ها خطی بعضا وام بخریم، دیگراش خطی نه. شما 4 فرزند دارید و با فکرم پسر کلونیتون دانشگاه ختم کردگی است. حالا چی کار میکند؟ فاکولته اقتصادی تمام کرده، فرزندش نگاه بین کرده است. 3 تا بچه شروع داره، اونا را نگاه بین کرده گشته است. یعنی که فرزند کلونیتون مثل بسیار جوانای تاجیکستان بیکار است، نه؟ بله. عموما همه اولادی ما بیکاره. از یک عائله ما زیاده از 13 نفر در جمهوری روسیه مردکاری رفته کار کرده روزگار گذاشتن. از خواهرام، از برادرام و دادرام سر کرده تا جیانم. از یک عائله ما 13 نفر در غربی در جستجوی یک لقمه نان. به نظر شما برای اصلاح همین وضع چیکار باید کنیم؟ در جمهوری دزدی را کم کردن در کار، قانون‌های بین المللی درست کردن در کار، زمین به خلق به دهقان برگردانده دادن در کار. یک زمان کمونیست آمده زمین ما را کشته گرفته بودن، بعد اونو حاکمیت حاضره حزب خلق دموکراسی با رهبری امالی را زمینای خلق از دست کمونیست با ویا گرفتن و خلق در زمین دولت موقتا کوارتیره نشستن. یعنی شما میگید که در حکومت امروزه بسیاری دزدن که میگه دزدی کم کردن در بله بله. دلیل دارید؟ به دلیل ما گفتن نمیتونم. مرحمت با معاشی که 30-40 دلار کارمند حکومت یا که گوساوید پرزیدنت میشنه روز مگر گذرونده میتونه 300-400 میلیون دلار خانه میسازد، مگر این دزدی نیست؟ خب از سیاستمدارا امروزه با کی بیشتر اعتماد داره؟ با پارتی سوسیال دموکرات. از رحمت الله زاهدی. از منصبدارای دولتی چی؟ کسی اگر آیا دوز نمیشدن آدمای تازه میشدن به در این دولت برای 40 دلار در حکومت شده کار نمیکردن. با 40-50 دلار روز مگر میگذره. اگر آدم تازه باشی بس میکنی کاره. در این دولت کار نمیکنی. وقتهای خالی شما با چی کار مشغول میشید؟ راست گپ اصلا وقت خالی هم خونه دارم، اگر یکم دقیقه وقتی خالی بیام با دوستا هم صحبت میکنیم و با یکم وقت نرد بازی میکنیم. در بازی نرد بیشتر میبرید یا که مغلوب هم میکنن؟ بسیار وقت هم میبریم، بعضی وقت بویا میتیم، همه وقت هم میبریم. نرد یک نوعی ورزشی عصب است. از ورزش بدن کدام نوعهای ورزش دوست می‌دارید؟ خودم که رئیس فدراسیون بوکس جنوبی میباشم، با بوکسورا سر و کار دارم، با همونو میشم. بوکس هم میکنید با ورزشکارا یا کی نه؟ دوره جوانی در میکردم، گوشتی نمیگرفتم. من در نمود سپورت ناز ببینم که اول بوکس، دویم گوشتی بسیار میگرفتم. دوره جوانیم، استودنتیم و غیره. از دوره جوانی خود با ما نقل میکردید، مثلا جوانی خودتان با زندگی جوانی امروزه میتونید یک اندازه مقایسه بکنید؟ البته فرق میکنه. اون زمان کسی از کسی متهم نبود، هر کسی لقمه نون شیفتن میخورد. سیاست وزیر پیش گرفته رهبرات جمهوری ما 80% مردم ما را با خشاقی آورده رسانده است. قسمش در گدایی، در جستجوی لقمه نان در کشورهای خارجی عذاب و اذیت کشیده گشتند. اینا خوشا با کاری گونگی دخترش نشستن. در چند سالگیتون ازدواج کردگی هسته؟ 27 سالگی. با خواهش اختون بود یا که با خواهش پدر و مادر؟ ما یک دیگرمون دوست می‌داشتیم. هر دومون سخت بود. از آوازخوان‌ها که دوست می‌داره ای هنرمندای تاجیک؟ ای هنرمندای تاجیک اپای نگینه رو پواره. طعام پخته میتونید یا که نه؟ یگان نوعی طعام پخته میتونید؟ قریب همه طعام را پخته میتونم. کدامش بهتر میپذید؟ آش خوب کرده میتونم، شوربا کرده میتونم، لگمه پخته میتونم، ششلیکای خوب کرده میتونم. و اینا کدام وقت بیشتر میپذید؟ گاه یگان دوستی نزدیکم به کار مونیم را یگان وقت میپذید. گاه یگان دوستم مهمانم داخل میشه وقت میپذید.
از خصلت‌های مردم تاجیک به شما کدامش بیشتر پسند است؟ مردم ما یک خصلت خوب دارن که کفن هم که نداشته باشن. یک مهمان که اومد آخران لقمه نانشد پیش مهمان در میگذاره. کدامش نمیپسنده؟ مردم ما را سیاست پیشگرفته رهبریت وزیر جمهوری 5 رویه هم کرده است. من نفهمیدم منظور شما. خصلت مردم ما همین باید چیز است که آخران سیاست که دولت ما پیش گرفته است، مردم ما را قریب که 70% رقاصه کردن و شیخون کردن و این خصلت بدکی که من نظر میبینم این کارا. دیم که مردم ما را چند رویه کردن، مردم ما را دروغگو کردن. شما مهمانی رفتن دوست می‌دارید؟ نه. برای چی؟ نمی‌فورم مهمان باشم. مردم ما در ضیافت کنه و سرگردان شوند. اگر مهمانا خونتون بیان چی؟ مهمانداری میکنم. کفن ما برآورده میدم. تشکر زیاد به شما. رئیس حزب ترقیات تاجیکستان سلطان قوت مهمان محفل امروزه شیر و شکر بود. روحش شاد بود سلطان قوت را که یاد از شرکتی او کردیم در برنامه‌های رادیوی آزادی. یک نکته مهم نیز باید گفته شود که سلطان قوت حقوق شناس قوی و زاده کولاب بود، منطقه‌ای که عملاً امام علی رحمان را به قدرت رساند و هنوز از همان اول مورد توجه مخصوص او و حکومتش بود. و همچنین کادر زمانی شوروی بود سلطان قوت که هنوز از سال 1984 مهمترین نهادهای مبارزه با جنایت‌های اقتصادی را سربری می‌کرد و از سر و اسرار زیاد خبر داشت. با یک کلمه گوییم آدم ناباب و برای رهبران خطرناک. این پادکست گنج شایگان بود. اگر پسند شما آمد لطفاً زیر آن لایک گذارید، آن را با دوستان خود فرستید و فکر و اندیشه دارید در شرح‌ها بنویسید. آزادانه ولی با نگهداری آداب سخن. خدا نگهدار. در راه هستید مهمانی یا در جای کار علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.